این کودکان غافل از اینکه آخرین لحظه های عمرش را تجربه می کنند در میدان نزدیک خانه هایشان در بازی های بچگانه خویش غرق بودند که ناگهان انفجار سرگلوله منفجر نشده این بازی را به آخرین بازی زندگیشان تبدیل نمود و برای همیشه تفریح و زندگی را از آنان گرفت. پدرزادیم در شهادت رسیده، دختر است. یکم نواسه خالم که خورزاده میشه به شهادت رسیده که انفجار هم دمی نزدیک دیوال ما که شیشای ما رو از بین برد. چند تا چرند داخل خانه بود. بعضیا میگفت که آوان آمده خورده از طرف پغمان، بعضیا میگفت که یک مینی بوده این انفجار شده، بعضی کسان میگفت کدام سرگلوله بوده اینا با او بازی میکردن یک دفعه می انفجار کرده. 6 نفر کس از جمله فامیل ماست، بچه کاکا و نواسه کاکا و نواسه عمه. وزارت امور داخله گفته است که این انفجار ناشی از سرگلوله منفجر نشده بوده است که از سالهای پیش در این محل باقی مانده بود. پیش از این نیز باقیات موادهای منفجر نشده در موارد مشابه از شهروندان قربانی‌های زیادی گرفته است.